ширкати софсавдо доруҳоеро пешниҳод мекунад, ки барои бемориҳои дарунӣ ва берунии инсон даво бахшанд. аз қабили фишорбаландӣ, гаймарид, бемориҳои меъда, рӯда, гурда, ҷигар, узвҳои ҳозима, дарди гулӯ, роҳи нафас ва ғайра. инчунин агар шумо бемориҳои пӯст доред, ба монанди псориаз, сафедшавии пӯст, доғҳои сиёҳ, пас доруҳои софсавдо ба шумо кӯмак мерасонанд. ғайр аз ин, агар шумо мушкилоти урологию гинекологӣ дошта бошед, пас ба ширкати софсавдо муроҷиат намоед ва инчунин машварати тиббӣ бигиред. ҳамчунон барои зиёд кардани риш ва мӯи сар, ба қувват кардани мардонагӣ, доруҳоеро бо намуди капсула ва равғане ки ба сатҳо дард даво дорад пешниҳод менамоянд. барои фарбеҳ ё хароб шудан доруҳои БЦА, протеин ва генерҳои софсавдо айни муддаоянд. бурда расондан ба ҳама шаҳрҳои Русия дар муддати 3-5 соат. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. саҳифаи мо дар TikTok sofsavdo.tjk. агар аз номи нурангез филм муроҷиат намоед, ба шумо тахфиф карда мешавад. маъшуқи кӯчакама, ки тура ба ёлат расонда? аз хонаи мо чиро фарор кардӣ? аммо бибӣ, ҳолон паҳлӯит ҳастам, сарат ҳеҷ қар нестам. манавар ором бош, ман роит ҳастам. дуруст аст? касе ба ту зарар расонда наметона. کمک کمک گوش کو که چی میگم. این طرف سل کو. منور تو را مثل دیوانا دوست دارم عزیزم، فهمیدی؟ اما هر اتفاقی که بین زن شوهر مفته باید محرم باشه. تو یک دختر هوشیار هستی، گپا خوب میفهمی. اگه بخوایی موضوع را به کسی بگویی، قسم میخورم که تو امینه یک جای از بین خود بردم. فهمیدی؟ قسم میخورم که این کارا میکنم. به خاطر که اگه تو از من اشی، باز از هیچ کسی دیگه شده نمیتونی. این گپ خوب به یاد داشته باش جانم. امیدوار هستم که فهمیده باشی. درست است عزیزم؟ حالا کم استراحت کو که خوب شوی. صبح بخیر آوا. صبح بخیر جانم. موله از خانم میبرایم. خواستم بپرسم که به چیز ضرورت دارین که براتون بیارم؟ نه خیر، لازم نیست. تو بیا از حال مام خانه میره. واقعا؟ پس معلوم میشه که منور بهتر شده. فعلا ساعتش خوب است. مادر چون چطور هستن؟ با خدا کلاگی بسیار بار خطا شده، اما کل چیز خوب خواهد شد. تو تشویش نکن. از این خبر نشده؟ نه نامده. اما وقتی بیایم حتما برات زنگ زده خبر میتم. باز درست است. تلفن رو قطع میکنم، باز گپ میزنیم. بفرمایید. در خانه میبینیم بچه کاکا. درست است. منور دختره. به چیز ضرورت دارین خانم منور؟ چرا کلتان این قسم مثل درختای چنار قطار شدین؟ شما از خود کار ندارین؟ اگه ضرورت داشتین با صدایتان میکنیم. حالا دیگه کلتان به کارایتان برسین. بادر، ما به شرکت میرم. اگه چیز کار بود با ما زنگ بزنین. تشویش نکن بچیم. ما در خانه می باشیم، تو متوجه کارت باش. یلماز خان، من خواهیش نفهمیدم که تو چرا در خانه می باشی. گپای دکتر نشنیدی که چی گفت؟ منور دخترم با آرامش ضرورت داره. حالا دیگه من رفته او را میخوابانم. تو هم بیرون رفته کم قدم بزن که کم هوای تازه بگیری. حالا زود شو. دخترم یک دقیقه صبر کن. سلطانه، با ما 2 قهوه آماده کده بالا روان کن. کم آبم بیارین.
درست است آقا. ما دیگه میرم بچه کاکا. اگه چیز ضرورت شد برام زنگ بزن. درست است، زنگ میزنم بچه کاکا. منور مرا چی شده؟ دختر مقبول مرا چی شده؟ ما میخواستم امرایت گپ بزنم خاله. داخل رفته کمی با هم گپ میزنیم. درست است بچه. قهوه یلماز خانه و حسن خانه فراموش نکنین. آبام یادتان نره. پدر کجا میری؟ با قهوه خانه. توی قسم کجا میری؟ خانه خان جغلو و دیدن توپراک میرم. درست است. از طرف مام سلام بگو. توبه توبه، فردا عروسی میکنه اما هنوزم ما باید لباسایش جمع کنم. این وضعیت الماری ربیبی. این اوراق نتایج توبراک چرا در گوشه الماری انداخته؟ این دختر چرا قدر به فکر است؟ قرار داده ازدواج؟ ای گپ امکان نداره بچه. امین ما هیچ وقتی کار کردن نمیتونه. اویگار میگه که کار امین است. به نظرم راست میگه. آزار امینی ما حتی به مرچام نمیرسه. باز اگه موضوع منور باشه خو حاضر میشه که جان خدا فدا کنه. راستش اویگار یک آدم بسیار چالاک است. امین خو برم نمیگه اما من میفهمم. بچه مرا او به شفاخانه روان کرده بود. او هم خوازی گپ انکار نمیکنه. یعنی بدونی که به شرمم میگه کاری او بوده؟ میگه او منوره تهدید کرده، بالایش دست بلند کرده. از این خاطر زدهش. لعنت به او بی‌شرف پست. او کاملا دروغ میگه. گفت که امین بالای منور دست بلند کرده. اما ترس شما خودتان شاهد هستین که امین ما حتی صداش بلند نکرده. دست بلند کردن خو گپ جداست. تمام اینا یک دستیس هست. باز منور و امین با هم بزرگ نشدن. از همه بهتر خودت او رو میشناسی. چطور کسی را که درست نمیشناسی به گپاش باور میکنی یوسف بچه؟ بیخی حیران ماندیم بالای کی باور کنم بالای کی نی. فکر میکردم امین نمیشناسم. فکر میکردم مثل خواهر برادر بزرگ شدن. بی عاشق هم دیگه بودن. درست از قلب گپ کسی گوش نمیکنه و عاشق میشه. چرا در مقابل ما آمده نگفت؟ چرا برام نگفت که منوره دوست داره؟ مثل یک موش از ما فرار میکرد. او امینه که من مشناختم این کارا نمیکنه خاله. از امی خاطر ذهنم کاملا مغشوش است. اگه او را پیدا کردی پیش ما روانش کن. میخوایم امرای او گپ بزنم. باید بفهمم این کار کی بوده. فقط میخوایم بفهمم این کار کیست. باز موضوع حل میشه. بله بفرمایین. یلماز خان، معصوم شریفه. عاجل باید همدیگه رو ببینیم. برای بعضی گفتنیا دارم. ببخشی شریفه، میشه که بعداً گپ بزنیم؟ حالا دختر مریض است، نمیتونم از خانه بیرون شوم. دختر مام خوب نیست یلماز خان. کدام کسی از خانواده شماست که دختر من آزار میده؟ اگه با دیدن من نیایین باز فکر خواد کردم که به وعدتان وفا نمیکنی.
مراد بیا اینجا بیا. محسن بیادر، بفرمایید آقا. کدام وقت شده که اینجا را به حال خود رها کرده باشین؟ نه خیر یوسف خان، اگه یکی ما نباشیم دیگه ما حتما اینجا هستیم. قبل از این کدام وقت منور امین دایی چهار اطراف با هم دیدین؟ البته چندین بار دیدیم. نه مقصدمون نبود. یعنی منور خسته و جگرخون دیده باشین یا هم دعوا کرده باشین. امین خود ما را میگین؟ این امکان نداره. امینی را که ما میشناسیم همراه کسی دعوا نمیکنه و تا به حال نه دعوا و نه گفتگوی دیدیم. ما هم هیچ وقت کدام حرکتی او را به ضد خانم منور ندیدیم. خیرت باشه یوسف خان، کسی مزاحم خانم منور شده چطور؟ بیادر اگه میخوایی چیزی بگویی لطفاً گپ بزن. من حق ندارم مداخله کنم، اما دیروز وقت آقا اویگار خانم منور رسان بازاردوشان بسیار عجیب معلوم می شدن. خانم منور وقت خانه میره بسیار ترسیده معلوم می شد. نمیفهمم که بعد از روز چی شد، اما خانم منور بسیار ناراحت معلوم می شد. البته من نمیخوایم که آقا اویگار مقصر ثابت کنم. درست است بیادر. شما چشمایتان را باز نگاه کنید. اگه امین ندیدین باز برام خبر بدین. درست است یوسف خان. یک دانیم دختر مقبول یک دانیم. ما تو را درک کرده نتانست. از تو حمایت کرده نتانست. مرا ببخش، مرا ببخش یک دانیم. خاله چی شد؟ یوسف خان چی گفت؟ میخواین بچه مرا نابود بسازن توپراک. یگان اشتباه بچه است که منور دوست داره، اما اونا میخواین بچه ما بدنام بسازن. کی میخوای این کار کنه؟ من خیلی چیزا نفهمیدم. به خاطر که آگاه بسازم زنگ میزنم اما به تلفن جواب نمیده. اگه قبل از ما او رو پیدا کنن باز به هشکایشم دل نخواست سوختاندن توپراک. یوسف به گپای باور نکرد، به گپای اویگار احمق باور کرده. او انسان پس از زیر یوسف خان زهره پاشیده. بچه مرا بی دلیل از بین خود برده دخترم. خاله بیا اینجا بشین. توپراک خوشید دروازه منتظر است، میگه بسیار ضرور کار داره. آی جمیلا جان، توی وضعیت ما رو نمیبینی؟ حالا رفتن نمیتونم. بگو که خالش مریض است. درست است. خاله تو خوب هستی؟ بچه خاله جان هیچ تشویش نکن. ببخشین خاله جان، خاله توپراک مریض است. از خاطر توپراک گفت ما رو تنها مانده نمیتونم. دخترم با او بگو اگه برم زنگ نزنه حق من برش نمیبخشم. میخوایم یک موضوع مهمه برش بگویم. او در فکر خودش نمیفهمه که سر بچیم چی تیر میشه. انوزام از بچه خود حمایت میکنه. دیروز صادق بیادر از اینجا برده، اما هیچ خبر از ایش نشده. چطور صحتش خوب است؟ پیشتر ما از دکتر پرسیدم، وضعیتش چندان خوب معلوم نمیشه. زیر تداوی گرفتنش اما چی فایده؟ دوایی را که براش میته نمیخوره، گپم نمیزنه، حتی به دیدن مادر خودم نمیره. توبه اما چرا قسم میکنه؟ گفتن کدام مریضی خطرناک داره. قسم نگو بیادر جان. فکر میکنم صادق بیادر عاشق کسی بوده. بیادر ازت یک خواهش دارم، کمکم که رفته یک بار ببینمش، بسیار خوب میشه. ما با هم باجه هستیم. بیادر حتی نمیخوای مادر خود ببینه. شاید که بخوای مرا ببینه. لطفا یک کار کو، قربانت شم بیادر.
بیدار شدی؟ صبح بخیر. هیچ نمیفهم چطور خوابم برد. خیرت باشه، تو چرا قدر وقت آمدی؟ امروز کارم کم بود. ای که تو را دیدم قدر وقت آمدی، باز گفتم حتما کدام کار مهم داری. کارهایم زود خلاص کردم آمدم. خب بگو که تو را چی شده؟ هیچ نپرس کیهان بیادر. من یک اشتباهی بزرگ انجام دادم. اگر راستش بگویم از نوشته‌های و اوراقی چیزا نفهمیدم وکیل صاحب، اما فکر میکنم اگه امضا کنم باز هیچ حقی در ثروتش نمی داشته باشم. تا جایی که من میفهمم اونا کار کردن که شما نتانین از پول و دارایی اونا استفاده کنین و اگه کدام وقت هم بخواین که از شوهرتان طلاق بگیرین، باز غیر از که طفل شما به دست میاره دیگه هیچ کدام چیزی به دست آورده نمیتونین. یعنی اگه شوهرتان بخواه که تمام مصارف طفل شما را هم به دوش بگیره، بازم حق ندارین از او پول استفاده کنین. فهمیدم. راستش اگه قراردادم می آوردین زیادتر میتونستم شما را کمک کنم. قسمی که گفتم یادم رفت، در خانه فراموش کردم. اگه خواسته باشین برین و بیارین. من تا 1-2 ساعت دگام اینجا می باشم. وقتی او پرونده به دست ما برسه، در موردش تحقیقات لازم انجام میدیم. یک قسمی بهتر میفهمین که با چه قسم عروسی روبرو هستین. میشه بگوین این قرارداد ازدواج چی معنامه تا یلماز خان؟ شما ما را چی فکر کردین؟ ما به مال شما چشم ندوختیم. اگر قسمی باشه اونا خوشبخت میشن. شریفه، من خوب برات گفتم من از این قرارداد هیچ خبر ندارم. اگه میداشتم باز فکر میکنی اجازه میدادم این کار انجام بتن. حمیده یک دفعه پیشنهاد برم داد، اما من این گپش قبول نکردم. همون لحظه رد کردم. ای چطور امکان داره یلماز خان؟ خانومت چرا قدر درویی است ها؟ وقتی به خانه ما به خواستگاری آمده بود معلوم میشد از هوا بسیار خوشش آمده. چی شد که 180 درجه تغییر کرد؟ راستش حمیدم و قدر نامنصفانه رفتار نکرده شریفه. شوهرت از امیاله از ما مالیه میگیره شریفه جان. شما چی میگین یلماز خان؟ معلوم میشه که تو هم خبر نداری. رمزی چند روز قبل پیش یوسف آمده و از او خواسته که برش یک دکان بگیره. صبح خیر پدر. صبح خیر. پدر میخواستم یک گپ براتون بگویم. ما امروز کمی کار داشتم، نتونستم با دفتر برم. میشه این دکان بعدن ببینیم؟ حالا خود تا اینجا آمدیم تمامش 10 دقیقه طول نخواد کشید. ما دکانه با دقت دیدیم، ازش خوشم آمد. تو همراه صاحب دکان یک دفعه گپ بزن مشکل حل میشه. او بیچارم در داخل منتظره، باز خوب نمیشه. هیچ فکر نمیکردم که یک قسم یک کار انجام بده. هوام از این گپ خبر نداره. شریفه، درست است که ما با یک دکان فقیر نمیشیم، اما خانم حمیده حتما خواسته که به خود یک آن تدابیر بگیره. یعنی او زهری که پدرش خورده دهن دخترم تلخ ساخته، لعنت به او. اینقدر خدا جگر خون نساز. من هوا را بسیار خوب میشناسم شریفه جان. به تو بسیار شباهت داره. در وقتش کم خو ازت خواهش نکردم، گفتم بیا. از حمیده خود جدا شده نمیتونم، او را ترکم کرده نمیتونم، همراه تو هم عروسی کرده نمیتونم. میخوایم که حداقل آینده تو را خود تضمین کنم. اما همی که یک دفعه گفتی نخیر، باز دیگه هیچ وقت نامدی. اگه او گپم قبول میکردی باز شاید حالا به این مریضی هم دچار نمیشدی. میفهمی شریفه، وقتی خبر شدم که مریض شدی باز دنیا سرم تاریک شد. راستش به خاطری که ناراحت نشی حتی نتونستم برای تو پیشنهاد کمک کنم.
هیچ لازم نیست که در مورد گذشته گپ بزنیم یلماز خان. گذشته دیگه گذشته. تنها خواسته ما خوشی دختر ما و بچه تو است. اونا همدیگه بسیار دوست دارن. نمیخوایم عشق اونا ناتمام بانه. آل وعده ای را که امرایم کدی پوره کو. از خانومت حسابه کارایش بپرس یلماز خان. خب چی وقت از به کار میشی داماد؟ پدر گفتین دکانو ببینیم باز دیدیم. اگه اعتراض نداشته باشین بهتر است عجله نکنیم. با نظر من در مورد این کارتان یک بار دیگه فکر کنین. اینجا یک قریه خرد است. هر کس دکان جایداد خود در راهنمایی و فروش میرسانه که با صاحب او شناخت داشته باشه. یعنی این کار فایده زیاد نداره. ببینین من براتون یک دکان میگیرم. اما در مورد یک کار دیگه فکر کنین. چی بفهمم مثلا در این قریه مشکل کم بوده آب است. اگه به این کار شروع کنین بهتر میشه. حالا ما در سن سال در پشتیم باش که آبا گرفته در خانه های مردم آبدوزی کردن نمیتونم. ما بسیار فکر کردم. حالی هم تصمیم گرفتیم که راهنمای معاملات باز کنیم. هم در مو دکان. درست است پدر. ما در یک وقت مناسب همراه پدرمشان گپ میزنم. باز به شما خبر میدم. درست است اما کمی عجله کو. دکان موقعیت خوبی داره. خریدارایش هم زیاد است. بسم الله. اینا دیگه چی هست؟ نیک سالگیری کسی است؟ روز بخیر. خوب شد با پایه خودت به استقبال مرگت آمدی قریه دار صاحب. تو از بچه ما چی میخوای ها؟ چرا سرش برا حق تهمت کردی؟ هر مشکلی که با او داری مثل یک مرد بگو. با خود بیاین متوجه رفتارتان باشید. ما با کسی تهمت نزدیم. خاله شما رو چی شده؟ لطفا آرام باشید. اعلام کن که حقی احمق به تو. خاله بلیاز خدا داخل برین لطفا خاله. معذرت میخوایم آقا. اصاب خالیم کم خراب است از او خاطر. لطفا به منور بگوین که ما آمدیم. اما شما همیشه در وقت مناسب زنگ میزنین. خیریت باشه که تا مرا یاد میکردی ها؟ شما چی وقت اینجا میایین؟ ما با شما بسیار ضرورت دارم. در دور برم کسی نیست که گپای دل ما برش بگویم. یوسف چی شده بچم؟ نه که بین تو هوا کدام کشیدگی ایجاد شده؟ نه روابط ما با هم خوب است. حتی اگه ما را به حال خود ماننم بهتر میشه. اما به هر صورت این گپا در تلفن گفته نمیشه. پس درست است. ما فردا شب اونجا میایم. باز با هم دیگه غذا میخوریم گپ میزنیم. درست است؟ درست است اما جان. منتظرتان هستم. اویگار. سلام مادر جان. با تشویش منور بودم. خواستم ببینمش. بچم کاش که یک بار زنگ میزدی. منور فعلا خواب است. بانین که یک بار ببینمش. باور کنین بسیار با تشویش هستم. گفتم که دخترم خواب است. وقتی که بیدار شد باز اگه میخواست ببینید برات زنگ میزنه. او وقت آمده میتونی. البته شما حق به جانب هستین. به از دکترم گفته بود که زیاد اصرار نکنین. قبل از اینکه یادم بره
باید برتان بگوییم که از او همین احمق در دادستانی شکایت کردیم. خدا را شکر دخترم هم پدر و هم بیادر داره. هر کاری که لازم باشه انجام میتم. ما هم نامزد منور هستم خانم، میدم تو نیست. اویگار تو میگی که این کار امین بوده اما منور هنوز قسم گپه نگفته. خوب او چی گفته؟ فعلا هیچ چیز نگفته. دختر بیچاری مثل گنگا هیچ چیزی نمیگه، اما حتما بیدار میشه. وقتی که بیدار شد باز کل چیز خواهد گفت، دانه دانه. بله حتما خواهد گفت. ما فقط به خاطر که ناوقت نکرده باشم دست به کار شدم. به هر صورت شما را بیشتر از این به زحمت نمی سازم. حتما دیشبم تا صبح بیدار بودین. اگر به منور از آمدن ما خبر بتین خوش میشم. اینا را به دخترایی که در پایین هستن بتی. اونا میفهمن که چی کنن. چی میگن مامور پلیس؟ کی شکایت کرده؟ امینی کار انجام دادن نمیتونه. خانم محترم ما وظیفه خود انجام میتیم. اگه اینجا آمدن باز براشان بگین به خاطر گرفتن اظهارات به ماموریت پلیس بیاین. درست است مامور پلیس، وقت آمد گپایتون برش میگم. روز خوش. روز بخیر. بله یک دانه. یوسف چرا این کار کردی؟ بدونی که چیزی را بفهمی و مطمئن باشی چرا به پلیس شکایت کردی؟ تو چی میگی هوا؟ پلیسی چی؟ امیال پلیس به خاطر گرفتن امین به خانه ما آمده بود. ما شکایت نکردیم. پس کی از امین شکایت کرده؟ چی بفهم هوا؟ شاید اویگاری کار کرده باشه هوا. یوسف تو خو امین میشناسی، در خانه خودتان بزرگ شده و کسی ضرر رساندن نمیتونه. به منور خو هیچ وقت نه. تو چطور فکر کردم میتونی که این کار امین است؟ پس چرا از دیروز به این طرف گم است؟ میخواستم امرش گپ بزنم. تلفنش خاموش است و هیچ کس هم خبر نداره که کجاست. خواهرم خوب نیست، از ما چی انتظار داری؟ خودت خو شاهد وضعیت ما هستی. ما او را شناخته نتونستیم. قصه محبت او منور از تو شنیدم. گوش کن هوا. کسی خواهر مرا اذیت کرده. از اویگار پرسیدم میگه که کار امین است. حیران ماندیم به گپی که باور کنم. حالا که خود امین اینجا نمیآید بهتر است که پلیس پیداش کنه. ما میتونم سوالای خود ازش بپرسم. درست است، اما حالا چرا سر مقار شدی؟ بسیار خسته هستم الله. عصبانیم هستم. حالت روانی خواهرم هیچ خوب نیست و من نمیفهمم که او را به این حالت رسانده. میفهمی وقتی او شخص پیدا کنم چی میکنم؟ حالا قطع میکنم، باز بعداً گپ میزنیم. مادر شما کجا رفته بودین؟ به جایی که از من تحقیقات کنی برایم بگو که گزارش های توبراک چطور شد. اوف مادر. به من مادر نگو هوا. اگه من مادرت می بودم باز کل چیز برای میگفتی. مام خوش هستم که دخترم نامزاد شده و قرار است که عروسی کرده خوشبخت شوه، اما در حق او چه کارایی کردن او هنوزم خاموش شما هست. سرم فشار بیارین مادر. کارهای خانم امیده کافی نیست که شما مال سرم چیغ میزنی. خودت مرا مجبور به این کار ساختی. بله باید همین قسم رفتار کنم. تو خو مرا مثل مادرت فکر نمی کنی. اگه نه هر مشکلی که داشتی باید می اومدی و به من میگفتی. باز با هم فکر کرده و یک تصمیم درست میگرفتیم. تو حال نمیفهمی اما بالاخره متوجه میشی که چه اشتباهی بزرگی انجام دادی. خب دیگه هوا جان، میشه بریم بگویی این موضوع قرارداد از کجا شد؟ کدام گپ زودتر براتون بگویم مادر؟ کارهای به فکر پدر من یا ای که تصمیم با تدبیر خانم حمیده ره؟ فکر میکردم دیگه کل چیز رو برا خواد شد.
و ما و یوسف یک زندگی خوش شروع خواد کردیم، اما این وضعیت بیبی. حالا شما بدون لجبازی و قرارداد بتین که امضا کنم. از این گپا کاملا خسته شدیم. نمیخوایم این کارای بی فکر پدر مانی خوشی ما و یوسف شوه. امضا میکنم و به خانم حمیده نشان میدم که در قصه پول و داراییشان نیستم و یوسف چقدر دوست دارم. بله این بهترین کار است دخترم. من میفهمم که تو در قصه دارایی اونا نیستی، اما پدر دیوانه پول و ثروت است. بگی دخترم، من بالای تو افتخار میکنم. این امضا کو و در روی خانم حمیده بزن. بالاخره او باید بفهمه که هوا کی است. راستش من نمیخوایم که او درباره ما چیزی را بفهمه مادر. و من فقط این مهم است که میخوایم امر کسی که دوستش دارم ازدواج کنم. فکر کنم یوسف از این گپ خبر نداره. اگر بفهمه بازو هم با تو افتخار میکنه. حالا دیگر راحت شدم مادر. انسانی که برای راست میره احساس خوب میداشته باشه و همیشه برنده است. تو تشویش نکو، کل چیز خوب میشه. پیش از اینکه ناوقت شوه ایده به خانم حمیده میبرم که دلش جمع شوه. برو بیازو حمیدام، جار چشم منتظرت است که چی وقت پیشش میری. کجا میری هوا؟ تو با عجله کجا میری؟ ای اوراقا از چی است؟ یوسف تو خامینه میشناسی، در خانه خودتان بزرگ شده. با کسی ضرر رساندن نمیتونه، به منور خو هیچ وقت نی. تو چطور فکر کرده میتونی که این کار امین است؟ امین خود ما را میگین؟ امینی را که ما میشناسم با کسی جنگ نمیکنه. ما خود تا حال او را ندیدیم که با کسی درگیر شوه و جنگ و دعوا کنه. اما هم تا حالا ندیدیم که امین با ضد خانم منور کدام حرکت انجام داده باشه. چند روز پیش وقتی آقا ویگار خانم منوره میرسان، هر دویشان عجیب معلوم میشدن. یعنی کمی ترسیده به نظر میرسیدن. بله یوسف خان. از زمین تو شکایت کردی؟ بله ما شکایت کردیم. چرا؟ با خاطر این کار است که اجازه گرفتی؟ ای خو یک گپ معمولی است یوسف. تا وقتی که عروسی نکردین تو نباید مداخله کنی. اگر لازم باشه خودم برات خبر میدم. خدا لعنتت کنه. خدا لعنتت کنه. برات نگفته بدم که اینجا نیایی. گفته بودی، اما من کم مریض هستم. پیش دکتر آمدم، خواستم که یک دفعه تو رام ببینم. حالا ازت پرسیدم نمیتونم که چطور هستی، چرا که وضعیتت خوب معلوم نمیشه. شنیدیم که دوایت هم نمیخوری، نه که قصد جانت داری بیادر. راستش او روز امرایت کم زشت رفتار کردم. میفهمم که تو سرم بسیار قهر شدی. اما وقت برام گفته بودی که خود از دخترای رمزی دیوانه نگاه که راست میگفتی بیادر. تو خوب به ما یک قسم گفتی، باز خودت چرا این گپ عملی نمی کنی؟ به خاطر که تو براک میخوای از جدا شوی ای کار میکنی؟ بیادر اگه تو را نمیخوای تو هم از اون منصرف شو. کمه به فکر خودم باش. یک زن ارزش جانت داشته میتونه؟ یعنی ارزش نداره جنید؟ البته که نداره بیادر. بچه در تلفن بالای مادر چیغ زده میگفتی که اگه آواز من نشه من خودم میکشم. آواز تو جدا شده و ایلایت کردم. حالا میخوای خود از بین ببری؟ یا میگی او ارزشی کار نداره و من قسم به زندگی ادامه میتی؟ چطور جنید بیادر؟ یلماز خان، وضعیت دختر ما بسیار خراب است. فقط که نفس نداشته باشه. نه چیزی را میشنوه و نه میبینه. تشویش نکن. دختر ما حتما خوب میشه. او خوب میشه، اما من به فکری هستم که با شما چی کنم خانم حمیده. از چهره به ما بده. برات نمیتون پدر. امضاش کردم و خلاص شد. حالا میرم و ایره برشان میتون. بعد از این دیگه تو هم از اونا چیزی نمیخوایی. پس تو بیازو یوسف خانم مرا فریب میده. امروز و فردا گفتم میره. حالی هم با این قرارداد دستور از تمام ثروت و داراییش قطع میکنه. مطمئن باش که یوسف از تمام کارا خبر داره.
دایی کار کلشان دست دارن دختر. هر چیزی که باشه پدر، ما در قصهش نیستم. اینو در رویشان میزنم تمام پول و داراییشان از خودشان باشه. ما در ثروت اونا حقی نداریم. بعد از تو هم مواظب رفتارت باش و اینقدر خودخواه رفتار نکن. من خودخواه بله هستم. خودخواستی. من خودخواه هستم ها. داماد ما نمیخواد که مالش همراه خانمش تقسیم کنه. باز مقصره همه هستم دختر احمق. ما دختر خود هیچ وقت موفق کسی نمیتون. بس است دیگه رمزی، بس است. این چشم گشنگی و رفتار نامناسبت بس که دیگه. دخترای من خوب فروشی نیستن. تو چه باش میشین زن؟ چی میکنی پدر؟ پدر این کار نکن پدر. چله مرا پس برم بته. رمزی چله دختره برش پس بته. تو این چله را چی میکنی؟ تو خود قصه پول دارایی نبودی، پس این چله را چی میکنی؟ چطور میتونی با مادر میکاره کنی؟ با کدام حق؟ من پدرت هستم. با تو کمی روی خوش نشان دادم اما تو از حدت گذشتی. بعد از هر گپی که من میگم همون قسم خواهد شد. فهمیدی؟ مادر جان خوب هستید؟ مادر جان ها؟ چی شده؟ میرم کمک های اولیه رو بیارم. از چی وقت به این طرف گپ اومده ای خانه بیارزش شده؟ از تو پرسیدم حمیده. آی از برای خدا چی گپ شده یلماز خان؟ من خو از این گپای تی چیز نفهمیدم. دیگه چی شده؟ دیروز ما در مورد چی گپ زدیم؟ وقتی از من درباره او قرارداد پرسیدی برات نگفتم که گپ فراموش کو؟ اما نه خیر، تو کاملا بی‌تفاوت بودی. او قرارداد آماده کردی و به هوا فرستادی تا امضایش کنه. تو این گپا را از کجا فهمیدی یلماز خان؟ بفرمایین. روز بخیر آقا. کسی را که از شکایت شده ما دیدیم اینجا آمده. شما در مورد چی گپ میزنید؟ در مورد امینی شلیورد آقا. از او شکایت شده، ما بسیار به شکل جدی در تعقیب او هستیم. اگه به خاطر خودم ازت بخوایم انسان نباشم. تمام کوششه به خاطر امین است. باز امین خب پدر تو هم است. قلب دیر قبول کردن میتونه که امین بچه تمام عمرش از زندان سپری کنه. زندگی بچه یک دانیم. به دو کلمه گپ منور بستگی داره. اما فعلا منور هیچ گپ نمیزنه. او حتی همون دو کلمه را گفته نمیتونه. حالا اگه من چیزی بگویم باز خود گفتن که میخوای از بچهش دفاع کنه. توپراک دخترم لطفا یک دفعه همراش گپ بزن. درست از خاله ما میرم امروش گپ میزنم، اما ما هیچ وقت امروی منور صمیمی نبودیم. او دختر حتی به مادر خود چیز نگفته، با چوت امروی ما گپ بزنه. شما دوتا یک قسم خوی دارین توپراک. هم دیگر را خوب درک کرده میتونین. باز گپای آرام بخش و شیرین تو حتی سنگام به گپ زدن وادار میسازه. حالا دیگه دخترم بر همراش گپ بزن، یعنی من سر تخت ندارم. درست از خاله ما میرم امروش گپ میزنم، اما تو دیگه گریه نکن. میفهمم که بسیار جگرخونه هستی منور. این گپ فقط از خاموشی لبایت نی، بلکه از جلایش چشمایت معلوم میشه. اما با ما باور کو، بیادر تو یک انسان با غیرت و با احساس و قدرتمند است. اگه تو دردت با او بگویی، بازو حتما درمانش پیدا میکنه. او حتی به دختر مثل من دست کمک دراز کرد. باز تو خواهریت دنیا یوسف خان هستی. به اندازی صورتت سیرتت هم مقبول است منور. من میفهمم که سر تو چی مگذره. وقت سر کسی که بسیار
اعتماد داشته باشی امو کس سر دست بلند کنه یا که کدام وقت قصد جانت کنه ای که چه احساس می داشته باشی من درک میکنم. نمیتونی اون انسان پس مجازات کنی. باز قسم ده تمام عمرت راحت بوده نمیتونی. من سالهای زیاده را خاموش ماندم. همیشه سیلیایی را که میخوردم و حق تلفی هایی را که متقبل میشدم پنهان میکردم. فکر میکردم که با گذشت زمان عادت کرده فراموش میکنم. اما این قسم نشد منور. روز میرسه که تو کسایی را که بسیار دوست داری از دست میدی. باز وقت زندگی دیگه معنا نداره. خوش بودن نمیتونی. تو به اندازه ما فرصت دست ندی منور. لطفاً به همگی بگو که کی تو را اذیت کرده. تو نباید با جوی این زجر تحمل کنی. بیبی اگه ای کار امین کرده باشه باز من مرایت وعده میکنم که خودم جزایش میتم منور. اما اگه ای کار نامزادت باشه باز به خاطر کوبتو نزدیک شدن نتانه من حاضر هستم که جان خودم فدا کنم. کافیست که تو گپ بزنی منور. ای کار امرویت که انجام داره. بله یوسف خان آقا رمزی آمدن میگن که هرچی زودتر باید شما را ببینن. برش بگو وقت ندارم فعلا در جلسه هستم. حتما یک دو دقیقه وقت به من دادم میتونی اما تو نیست یوسف خان. بادر اگر مشکلتان موضوع دکان باشه من براتون گفتم که زنگ میزنم. من دیگه از تو دکان بکن نمیخوایم. چی شده چرا قسم روی هم میکنیم؟ تظاهر نکن که خبر نداری. تمام خانواده دستی یکی کده میخواین از عشقی که دخترم نسبت به تو داره سو استفاده کنین اما من نمیمونم که تو شود. شما با او قرارداد خطی که به دخترم فرستادین میخواین ایره بگوین که چشم ما به پول دارایی شماست. قرارداد چی؟ دارایی چی؟ شما درباره چی گپ میزنین پدر؟ بابا پدر نگو. بعد از این از دخترم و از خانواده‌ام باید دور باشی. من نامزدی فسخ میکنم. این موضوع در همینجا بسته شد. این دیگه چی منی میتا؟ یعنی چی که نامزدی رو فسخ کردین؟ ما چی اشتباهی کردیم؟ تو با دختر من قرارداد خط ازدواج روان کردی. دیگه میخوای چی کنی؟ قرارداد خط ازدواج؟ لازم نیست که به من قسم وانمود کنی که از هیچ چیز خبر نداری. من مثل هوا ساده نیستم. چشمای او از عشق تو کور شده اما خدا را شکر که من دیدم میتونم. تو بخواستی هوا او قرارداد امضا کنه و از ثروت دارایی تو برای همیشه محروم شو اما تو نیست. توبه ما از هوای قسم یک چیز نخواستیم. پس این کار کی است؟ مگم در خانه شما کدام کار بدون اجازه تو انجام میشه؟ ها؟ جوابی نداری؟ بعد از این دیگه اگه جوابم بدی معنایی نداره. شما خانواده ما را بسیار تحقیر کردید. پدر شما عصبانی هستین حقم دارین اما باور کنین من از چیز خبر ندارم. اگه خبر میداشتم باز به این کار هیچ وقت اجازه نمیدادم. شما تشویش نکنین ما این کار جبران خواهد کردم. پشت آب رفته بیل گرفته نمیشه یوسف خان. شما حیثیت ما را به خاک یکسان کردین. غرور ما را شکستاندین. ما کار را که انجام دادیم من کار نمی کنم. بله رفتم پیش او قرار داده برش دادم چرا که من در مورد خانواده ما از شما کده بیشتر فکر میکنم. چه قسم فکر کردن از خانم حمیده ها؟ دیگه طرف اونا چه قسم سیل کنیم وقتی توی قدر تحقیرشون کردیم؟ یک بار دیگه بارم فکر کردی خانم؟ باندگه جانم اگه هوا با مال و ملک ما چشم ندوخته باشن باز قرارداد امضا میکنه اما اگه امضا نکنه باز معلوم میشه که هوا به خاطر پول و دارایی میخواه با بچه ما عروسی کنه. خانم حمیده خانم حمیده را چیز نگو یلماز خان.
ای گپا ربان حال تو بگو که ای گپ از کجا فهمیدی یلماز خان؟ ای گپا را هوا برات گفتم تو نیست؟ بله حدس می زدم. با جای تفرقه انداختن می آمد آدم واره امرای خودم گپ می زد یلماز خان. اما بیبی او پیش تو آمده. خانم چرا سر او دختر بیچاره تهمت میکنی؟ این گپ هیچ مهم نیست که می موضوع از کی شنیدیم. برای فعلا مهمی است که اگه یوسف بچیم از این کارایت خبر شود باز او وقت قیامت برپا خواهد شد. این کار عواز خوب میفهمم. گریه کردن راهی را به خاطر از بین بردن غمای وجودت پیدا نمی کنم منور. میفهمم که بیان کردن اتفاقات برات بسیار مشکل است، اما این خاموشی زندگی تا بر دشوارتر می سازه. بیبی منور من در کنارت هستم، خانوادیتم در کنارت هستن. به خاطر مجادله هر کار که از دست ما بیه انجامیت منور. کافی است که تو گپ بزنی. لطفاً خاموش نباش. اگه تمام غم و دردایت از قلبت خارج بسازی باز احساس آرامش میکنی. درست است. اگه میخوای کالا چوب باشی هر وقت که خودت خواستی اما وقت گپ بزن. اما لطفاً قسم خاموش بوده خود از بین نبر. بله مادر. یوسف چطور هستی بچی؟ خوب نیستم مادر. چرا؟ بیبی که ما هم چی میپرسم؟ در این روزا کدام ما خوب هستیم که تو باشی؟ گوش کو چی میگم؟ امروز اویگار اینجا به دیدن منور آمده بود. برم گفت که به دادستانی رفته و از امین شکایت کرده. مادر شما در خانه هستین؟ پس دیگه کجا باشم بچی؟ چطور منور رها کرده جای برم؟ باز درست است مادر. ما چند دقیقه بعد میایم. باید گپ بزنیم. چی شده بچیم؟ اتفاق افتیده؟ این گپ نیست که در تلفن گفته شد. چند دقیقه بعد میایم. یوسف فکر کنم این دختر این خبره در روزنامه چاپ کرده. توبه کردی. خداوندا خودت از بچه محافظت کن. تو اینجا چی میکنی سلطانه؟ میخواستم ببینم که منور به چیز ضرورت نداشته باشه. تو همراه ما بیا. میخوایم همراهت گپ بزنم. خیرت باشه خانم کدام اتفاق افتیده؟ در این اواخر ما که روی اتفاق خوش دیدیم سلطانه. میبینی که دختر مثل یک جسد در اتاقش افتیده. این کار کی کرده؟ چرا کرده؟ من هیچ نمیفهمم سلطانه. قسم میخورم که بچه مده کار دست نداره. صبر داشته باش، عجله نکن. این گپ هنوز معلوم نیست. این همه کافی نبود که حال یوسف هم مرا غلط درک کرد. از یک طرف وضعیت دخترم خوب نیست و ما باید متوجه او باشه. مشکلات خود ما کم بود که حال خارزادی تو هم بلای جان ما شده سلطانه. فکرتان پریشان ساخته تو نیست؟ او یک جن است. یک جن. اگه یک بار در وجود کسی داخل شوه باز او شخصی رو فراموش میکنه که کجاست. من خب به شما گفته بودم که اجازه بدین که مشکل با هم یک جای حل کنیم. من هنوزم حاضر هستم کمکتان کنم. میتونم کارتان آسان بسازم به خاطر که ما او دختر مثل کف دست میشناسم. من از رگ رگ او جن با خبر هستم. اگه به جای شما می بودم بازی پیشنهاد رد نمیکردم. گپ من گوش کن سلطانه. تو چرا یوار اینقدر یک انسان قدرتمند فکر میکنی؟ تو فکر میکنی من توانایی را ندارم که جواب بازیای او دختره بدم؟
فکر میکنی بیعقل هستم؟ در ضمن ما تو را اینجا به خاطر گرفتن اظهارات نخواستیم. همی که برام بگویی یه هوا فعلا کجاست کافی است. در خانهشان از دیگه کجا باشه؟ ها؟ فقط هم قدر. حال برو به کارت برس. خوبت شد حمیده خانم. هر کاری که امرت کنم مستحقش هستی. خودخواه. چی شده؟ منور دخترم گپ زد. برات گفت که کار او حیوان پس بوده. همین بچم نجات پیدا خواهد کرد. چیزی نگفت خاله. این دختر بسیار مریض است. ما گفته رفتم او هم گوش کرد و بعدن بالای دستایم خوابش برد. وای وای. خدا میفهمه که او حیوان چی بلای سرش آورده باشه. درست است. شاید تو دختر حال گپ نزنه. ما قسم منتظر بودن نمیتونیم. توبرک اونا پشت بچه یک دانه مرا گرفتن. موضوع زندگی همینی ما مطرح است. درست است. ما یک دفعه دیگه مامروش گپ بزنم. بچه‌م زنگ زده. خدا خیرش پیش بیاره. امین جان تو کجاستی بچه‌م؟ سلام خاله جان. ما دوست امین کیهان هستم. در شفاخانه هم دیگر دیده بودیم. امین کجاست؟ هر بچه‌م چی اومده؟ خاله جان صحت امین کاملا خوب است. تشویش نکنید. اما فعلا تحت نظارت پلیس قرار داره. کسی از او شکایت کرده؟ چی؟ خاله ما چرا تا هنوز اینجا هستم؟ منتظر چی هستی؟ آره اظهاراتتان گرفته میشه. کیهان بیادر چی شده؟ موضوع از چی قرار شکایت است؟ از طرف قریادار صورت گرفته. ادعا کرده که نامزدش ناراحت ساختی. چی؟ ای چه قسم مذاق است؟ ما حتی منور ندیدیم. نظر به کدام ثبوتی اداره کردن؟ از شفاخانه گزارش آوردن. دکترها تصدیق کردن که با او خشونت صورت گرفته. کیهان بیادر تو چی میگه؟ منور چی شده؟ کی با منوری کار کرده؟ امین اول باید خونسرد باشی. هنوز چیزای زیادی است که باید بفهمی. بشین. دکتر مالج در بدن منور بعضی خراشیدگی‌های پیدا کرده امین. یعنی او حیوان قبلا نام؟ بله همیال گزارشش آمد. حدس میزنم تمام این خراشیدگی‌ها فقط به خاطر لطکوب نبوده. از تجربه خود میگم که او فقط قصد لطکوب او را نداشته. آدم پست، بیشرف. کیهان بیادر تمامی به خاطر ما شده. ما به خاطر محافظت از او خاموش ماندم. کیهان بیادر میبینی که در چی وضعیت افتادیم؟ کلش اشتباهی ماست. خانوادهش همراهش هست. هرچی از دستشان بیا انجام میتن امین. فعلا ما باید درباره وضعیت تو فکر کنیم. فعلا موضوع شکایت قریه‌دار مطرح است امین جان. اما اگر منورم گپای او را تایید کنه باز وقت با مشکل مواجه خواهد شدیم. معلوم میشه که قریه‌دار احمق منور بیچاره را بسیار ترسانده. او حتی در این وضعیت هم از ترس نتونسته دهن خود باز کنه. اگر این قسمی پیش بره با زور با دادن اظهاراتش علیه تو وادار میسازه. خوب هستین مادر؟ خوب هستم دخترم، خوب هستم. از خاطر من شد. یک پدر باید مسئولیت پدر بودن خود بفهمه. ای که پدرم هست به این معنا نیست که هرچی دلش بخواه همو کاره کنه. از خوردی تا بال مقصر تمام بدبختی های ما او است. کاش که را یک شخص دیگر روسی میکردین. اگه ما را نمی داشتین شاید حالا یک زندگی خوش و بهتری می داشتین مادر جان. دخترم تا که همراه کسی زندگی نکنی او را درست شناخته نمیتونی. باید یک عمر رو همراهش تیر کنی. راستش بگویم ما هم شانس انتخاب نداشتم دخترم. مادر مرحومم همیشه میگفت شوهر خوب و بد بعد از 40 سال معلوم میشه هوا جان. حتی همون وقت هم شناخته نمیشن. اما تنها خواستیم از خداوند است که به تو راه درست نشان بده. یوسف هم تو را خوش نگاه خواد کرد، هم اولادای دخترم. شما همیشه خوش خواد بودین یک دانیم. بیزو اگه چیز باقی مانده باشه
مادر از شرم برای زنگ زدن نمیتونم، نمیفهمم برای چی بگویم. دختر مقبول من، اگه یوسف در تقدیر تو نوشته شده باشه باز شما را از هم دیگه هیچ کس جدا ساخته نمیتونه. فکر میکنی تمام شد اما میبینی که نو شروع شده. اگه آسمان به زمین بخوره باز هم کسی شما را از همدیگه تان جدا ساخته نمیتونه دخترم. واقعا راست میگین؟ بله تو تشویش نکن جانم، کلی چیز خوب میشه دخترم. وکیل صاحب، امین کجا، چطور است؟ خاله جان، قسمی که در تلفن براتان گفتم نظر به شکایتی که از طرف اویگار درج شده، امین تحت نظارت قرار داره. خداوند جزای او انسان پسته بده، به خاطر که اشتباهات خود بپوشانه در این قضیه امین مرم داخل ساخته. بچه ما حتی اگه بمرم بازم بالای منور دست بلند نمیکنه. خاله جان آرام باش لطفا. خاله جان ما میرم میفهمم که امین بیگناست، اما فعلا بدون صبر کردن دیگه چیز از دست ما نمیاد. به خاطر چی صبر کنیم؟ ها؟ صبر کنیم تا بچه به خاطر یک تهمت سالا زندانی شود؟ گوش کنین خاله جان، تا وقتی که این گپ ثابت نشده، خود خانم منور این گپ تایید نکرده، هیچ کس بچه شما را زندانی ساخته نمیتونه. اویگار فقط یک ادعا کرده و امین کاملا برخلاف شکایت او حرکت میکنه. یعنی همه چیز به اظهارات خانم منور بستگی داره. او دختر به هوش نیست، حتی گپم نمیزنه، فقط که هوش حواس خود از دست داده باشه. وکیل صاحب اگه منور دهن خود باز نکنه یعنی امین بچم زندانی خود شد. باز وقت دیگه دست پای من بسته میشه. وکیل صاحب میشه یک دفعه بیاین لطفاً؟ شما بشینین مزود پس میم. بچه مرا نابود میسازن، زندگی او رو تباه میکنن. اونا بسیار بی‌انصاف هستن، تمامش تقصیر من از دخترم. خاله خدا مقصر فکر نکن، لطفا آرام باش، تو هیچ گناه نداری. تمامش اشتباه من از دخترم، تمامش اشتباه من است. منور و امین از طفولت همدیگه را دوست داشتن، ما هم از این موضوع خبر داشتم دخترم، اما با خاطر که کسی نشنوه کسی نفهمه من همیشه مانع اونا میشدم. توبراک دخترم، من از این گپا خبر نداشتم، اما چرا برشان اجازه ندادین که به یوسف خان بگوین؟ نمیفهمیدم که عاقبت کار قسم میشه دخترم. فکر میکردم کارهای بدی اویگار احمق پیدا کرده به خانجی غلوها گفته اونا را منصرف میسازم. البته پیدام کردم دخترم. او بیشرف خانم سابق خدا از بین برده، اما با بسیار هوشیاری و قضیه را بسته کرده خود از اون نجات داده دخترم. شما این موضوع رو به یوسف خان گفتین خاله؟ پیش از اینکه به کسی بگویم همینم از این گپ خبر شد. او کوشش کرد که به خانم حمیده بفهمانه، اما او به گپاش باور نکرد دخترم. گفت او این کار کرده نمیتونه، او یک آدم خوب است. حال او گاری احمق پشت امینه گرفته به خاطر که میفهمه امین در مورد گذشتش معلومات داره. مثل شیر زخمی به دنبال بچه‌م، چنگالش اول به وجود بچه‌م فرو برد، حالا هم به وجود منور. خاله تمامی گپا رو فهمیده، چطور تونستین که خاموش باشین؟ توبراک اگه همینه من زندانی بسازن باز من چی خود کردم دخترم. یوسف خان خوش آمدین. مادرم کجاست؟ در بالا هستن یوسف خان. چی بفهمم؟ امی که دروازه را باز کردم از مادرش پرسید بعد از او رفت. بهتر از این موضوعات خود دخیل نسازیم تا این طوفان ما را از بین نبره. حالا دیگه بریم از اینجا. آمدی بچیم؟ بیاین مادر، باید با هم گپ بزنیم. خیرت باشه بچیم، چرا اینقدر عصبانی هستی عزیزم؟ مادر شما چطور این کار کده میتونین؟ هوا خانم ما میشه، ما و او زندگی و جان خود امانت میتم. چطور میتونین همراه او این کار انجام بتین؟ بچیم تو چی میگی؟ من خو چیز نفهمیدم. مادر
شما بسیار خوب میفهمید مقصد ما چی است. با خاطر او قرارداد خط شما پدرش آمده انگشترها را در این زد و رفت. ببینید مرا به چی حالت انداختین. شما مادرم هستین، چطور میتونین امرای من این کارا کنین؟ بچیم از همین خبری است بچه؟ اظهاراتش گرفتن به خاطر که شکایت از طرف قریه‌دار بوده کمی جدی عمل کردن. متاسفانه فعلا مدرک به خاطر ثابت ساختنه بیگناهی او نداریم، اما اونام چیزی کردن نمیتونن. پس دیگه وضعیت ما چی کده میتونیم؟ به خدا هر کاری که از دستم بیای به خاطر همین دریغ نمیکنم، اما ما یک دادستان هستم و نمیتونم در این موضوع مداخله کنم. یک دوست ما وکیل است، اگه خواسته باشین من امرای او گپ میزنم. فهمیدم. زنده باشین. بله. یوسف خان. مشنوم توبراک. ما و خالم در ماموریت پلیس هستیم. امین تحت نظارت گرفتن. میفهم از قضیه آگاست. یوسف خان، به خاطر کارهایی که در حق منور شده باور کنین جگرخون هستم، اما این کار امین بوده نمیتونه. ما امینه بسیار خوب میشناسم و این کار کده نمیتونه. مطمئن هستم که غلط فهمی شده. میشه که شما یک دفعه اینجا بیایین؟ درست است توبراک، میایم. خسته نباشی. ماشاءالله. فقط که این دوا را از دواخانه میاری. خانم پیشترم دوا خوردین، برتان نقص نکنه. چقدر فهمیده استی نام خدا. ابی از او حالم بیشتر از این خراب شده نمیتونه. یک دانیم ما چند دقیقه بیرون میرم، کم کار دارم، اما زود پس میایم. دخترک مقبولم. بفرمایین. چی میکنی؟ اگه کسی ببینه باز چی؟ هر کس که میبینه ببینه. من دیگه صبر کردن نمیتونم پنار. شب وقتی باش پس خانه میام چه رقم با نمیکنی؟ از طرف روزا ما آماده نمیتونم. نبایدم بیایی مراد جان. اگه سلطان خواهر ببینه بازر دوی مراد بیرون خود انداخت. زندگی ما از هیچ کس نمیترسم پنار جان. خودت میفهمی که ما ازم دیگه هستیم. تو راحت باش. دل مرا دیگه نشکنن. امشب وقت همگی خوابیدن باز تو به باغچه بیا. باز ما کدام جایی نمیریم.
فقط با هم گپ میزنیم. مراد تو میخوایی که من از اینجا بکشن؟ اگه کسی ببینه باز؟ مراد بفرمایین خانم حمیده. مرا پیش هوا ببر. مادر براتون جوشانده آماده کردیم پیش از اینکه سرچه و بنوشین لطفاً. تو گپ جوشانده ربان یک دفعه به یوسف خان زنگ بزن. از صبح تا حال تشویش کرده میری. این مشکلی که بین تو و یوسف از باید حل شوه. مادر گفتم که زنگ زدن نمیتونم. اگه زنگ بزنم برش چی بگویم؟ چی بگویم؟ تمام حقیقت برش بگو دخترم. بگو به خاطر کارهای پدر مادرم قسم یک تصمیم گرفته، فقط همین قدر. اگه حال اقدام نکنی بازی گپ دگام کلان خواد شد. این بار سنگین برداشته نمیتونی دخترم. خدا میفهمه که بعد از این کارهای پدرت یوسف خان چی فکر کرده باشه. اوف مادر، کم دیگه منتظر می باشیم. شاید که خودش زنگ بزنه. خب خودت میفهمی دخترم. بیزو آخرین دفعه وقت گپ می زدیم عصبانی بود. کی میفهمه حالا کمرای پدرم گپ زده در چی حال باشه؟ اجازه نتین کسی بینتان بیایه. به خاطر مردم زندگیتان خراب نسازین دختر مقبولم. بیزو اگه شما متحد باشین باز هیچ کس کاری کرده نمیتونه. ما شاید عشقای زیادی بودیم. عشقایی که بسیار شعله‌ور بودن، اما توسط یک کلمه پدر و مادر از بین رفتن. شما کوشش کنین به یکدیگه خود برسین. برای را که میفهمین درست است به همون راه ادامه بدین. همراه این وعدک و یوسف. هر اتفاقی که بیفته اعلام نمی کنی. به هر قیمتی که شده از هم دیگه جدا نمیشین. درست است. وعده میکنم. بعد از این قلب من فقط به خاطر تو میتبه. میبینم که خوش هستی دختر. البته وقتی که خوب فکر کردی بازی فهمیدی که کار پدرت درست بوده. از اینجا برآمده و مستقیم به شرکت یوسف رفتم، همراهش گپ زدم، دلش از زندگی بد کردم و باز اینجا آمدم. دیدی چی خوب کار کردم؟ گوش کنی که به من دست نزنی. دختره مرا دخترم خطاب نکو. تا به حال هرچی که گفتی گفتم پدرم است، بزرگم است، احترامت کردم، اما دیگه بس هست. اگه بار دیگه سر مادرم دست بلند کنی یا که بخوای او رو اذیت کنی، باز به سر مادرم قسم میخورم که از بین میبرمت. با توی اجازه نمیتم که به او ضرر برسانی، فهمیدی؟ بعد از چرای قسم میگی دخترم؟ از برای خدا تو میفهمی که من شما را چقدر دوست دارم. ما یک خانواده هستیم. یک خانواده میتونه تمام غم‌ها و خوشی های خود با هم شریک کنه. باز من هر کاری را به خاطر خوبی خودتون از همین خاطر بالای مادرم دست بلند کردی؟ کی دست بلند کرده؟ فقط میخواستم کمی به ترسانمش دخترم. باز تو میفهمی که من مادرت چقدر دوست دارم. من مادر اولاداییم بسیار دوست دارم، اما یگان وقت قسم اتفاق میفته بعضی اوقات اعصاب خود از دست میتم. مرا خود ناق رمزی دیوانه نمیگن جانم.
پس همیال برو ازش معذرت بخوای. هر کاری که میکنی بکن، اما دلش بدیس بیار. اگر مادر اولادایت هست پس بهتر است از این به بعد متوجه رفتارت باشی. البته دخترم دهی چی گپ هست دیگه. دستایش خوبان حتی پایشا میبوسم. خانم خواهش میکنم لطفاً مرا ببخش. ناق خود خسته نساز رمزی. مگه پای تو و دخترت شنیدم. اگه از هوا امید کدام فایده را نداشته باشی باز در قصه گپ هم نمیشی رمزی جان. قسم نگو شریفه. رمزی تو میفهمی که چی حکمت است که اتفاقا هیچ خلاصی نداره؟ شاید به خاطر بوده که از وقتی عروسی کردیم همیشه سرم ناز میکنی ها؟ فکر میکردی که من نمیفهمم اما متوجه میشدم. همراه معبر رضایت خود عروسی نکردی اما کوشش کردم که فراموش کنم. هر قسم ناز و قهر تو را قبول کردیم. تو پیش از اینکه همراه من عروسی کنی مثل گل بودی. وقتی که همسر من شدی باز پشمرده شدی از بین رفتی. راستش مرا دوست نداشتی. صاحب 3 طفل شده اما تو را خوش ساختن نتونستم. هر کاری که کردم او شخصی را که در قلبت بود بیرون ساختن نتونستم. هر کی که بود. فکر میکردی که من نمیفهمیدم اما میفهمیدم. من دیوانه نیستم شریف، دیوانه نیستم اما همیشه کوشش کردیم که گپ فراموش کنم. از این به بعد تو هم باید همی کار کنی. هر کاری که انجام بدم تو مجبور هستی که از من حمایت کنی. اگه هوا بخواه که لجبازی کنه باز تو برش میگی که پدرت از هر کاری که میگه انجام بده. هوا فقط به خاطر تو امرای من مخالف شده. دیگه در بین ما مداخله نمی کنی. فهمیده شد خانم شریفه؟ امین از خانه به بسیار مشکل بیرون شده. خیر است. آل خامدی بسیار پشت دق شده بود. ماما تو رخصتی برام بسیار سخت سپری میشد مانور. هر روزش برام مثل 1 سال بود. تمام نامایت حفظ کردم. بوشان کردی؟ بله جانم بیبی فقط 1 سال مانده. فقط 1 سال. بعد شام تو از من میشی و ما از تو. هیچ کس ما را از هم جدا ساخته نمیتونه. ای چی است؟ ای چی است همین؟ عزیزم من نامت در قلبم نوشته میکنم. تو را بسیار دوست دارم. پشت دق شدیم. مام نوشته میکنم. ایره بر ما بده. بیادر از آمدنت بسیار خوش شدم. چطور هستی؟ چطور باشم بیادر؟ میبینین دیگه حال مرا بانین. منور چطور است؟
وقت شنیدم باور کردن نتونستم. یعنی که تو از این موضوع خبر نداشتی اما ترس؟ البته که خبر نداشتم. ما به خاطر منور جان خودم ایتم چطور میتونم همراهشی کار کنم؟ بیادر جان تمام این کارا رو او بی‌شرف کرده. وقت فهمیدم که چه قسم یک آدم است اول بالای من حمله کرد، بعدا هم خبر شدم که بالای منورا میکاره کرده. یک انسان بسیار پست است. بیادر شما فریب و قریه‌دار پست نخورین. او یک مریض روانی است. حتی خانم قبلی شام. امین. با خاطر بیگناه نشان دادن خود دیگران را مقصر نساز. ما به تو بسیار گفتنی دارم. تو یک دفعه از اینجا بیرون شو، باز با هم گپ میزنیم. بیادر شما هرچی بگوین حق دارین، من چیزی نمیگم. اما ما همراه منوری کار نکردیم. باور کنین ما او را ناراحت نساختیم. وقت داری منور؟ نه خیر ندارم. اما به من قسم نگفتن. لطفاً از اینجا برو. بیبی ما برای چی آوردیم؟ چی بویه دارن کاملا مثل تو. ایرام اینجا میمانم؟ خب چطور هستی؟ خوب هستی؟ همه تو نیست؟ با من دست نزن. گفتم با من دست نزن و کار. از اینجا برو. خواهش میکنم بیرون برو. امرایت وعده کردیم به کسی چیزی نمیگم. بی از او مجبور هستی که به کسی چیز نگویی منور. اما اگه از اینجا نری باز من چیخ میزنم. درست است؟ یک بار امتحانش کن. هر کار میخوای انجام میدم. هم از اینجا برو. از اتاقم، از زندگیم، از خانم برو. لطفاً این نامزدی را فسخ بساز. این موضوع را بسته کن. دیگه لازم نیست از من خواهش کنی منور جان. به خاطر که دیگه تصمیم ندارم امرای تو عروسی کنم. ها فکر نکنی که کار به خاطر تو انجام میتم منور. درست است؟ او شبه که با هم بودیم یادت است عزیزم؟ ما همون شب فهمیدم که تو را دیگه هیچ نمیخوایم. ایره فهمیدم که تنها یک هوس است نه عشق واقعی. خلاصه ای که تو را دیگه هیچ نمیخوایم منور. به از او تو واقعا لیاقت ماور یک شخصیت نداری. ایره برای جدی میگم منور. تو فقط میتونی خانم بچه اونو کر باشی. خوب دیگه حالا دیگه ما از پیشت میرم عزیزم. فکرت باشه اگه خواسته باشی که در مورد ما به کسی چیزی بگویی اول او امین احمق از بین برده بعدن تو را از بین خود بردم. فهمیدی؟ خانم منور اگر شربایتان خلاص شده مرا ببخشید. جانم بعدا هم دیگر هم میبینیم. متوجه خودت باش. درست است؟ اینا رو ببرم خانم منور. با کدام چیز دیگه ضرورت دارین خانم منور؟ دخترم هوا بسیار سرد است. در اینجا سرما میخوری. داخل بیا. ما برات یک چای تازه آماده کردیم. درست است. هر قسم که خودت میخوایی.
حمیده مادر خوش آمدین. ایره خو میفهمی که خوش نامدیم، اما تو نیست هوا؟ میفهمی که امروز چی شده؟ تا امروز ای قسم نشده بود که بچیم امرین به صدای بلند گپ بزنه. یعنی بسیار ناراحت شدم. اما چرا؟ فقط به خاطر که خواستم خوشی شما را تضمین کنم. مادر جان ببینین ما واقعا اما او تو خب با هم گپ زده بودیم هوا. تو چی میخواستی؟ همیره نمیخواستی که مفکورهای پوچ مردم نسبت به این ازدواجتان از بین ببری؟ و ما از امی خاطر ای کار نکدیم؟ خب به خاطر ای کارم بالاخره توهین شدم. یعنی بعد از امروز نظر به گپایی که تو به یوسف گفتی من یک خوشوی ظالم هستم؟ او خوشویی که هیچ عروس خدا دوست نداره. هیچ کار خوبی نکدی هوا، هیچ کار خوبی نکدی. مادر ما یوسف از دیروز به این طرف ندیدیم، حتی امروز گپ هم نزدیم. باور کنین اما به زودترین فرصت امروز گپ زده این خود گفتم که شما هیچ تقصیری ندارین. ما خود نگفتیم که امروز یوسف گپ زدی، اما مطمئن هستم که امروز یلماس خان گپ زدی. دخترم ما فکر میکردم که تو یک دختر بسیار باهوش هستی، اما اشتباه میکردم. یعنی ای که کسی همراه خسر خود در قسم موارد گپ بزنه باور کردن نمیتونم. تو چطور ای کار کردی؟ مادر جان باور کنیم من امرای یلماس خان گپ نزن هوا. ما فقط به گفتن اینجا آمدیم که فکر میکردم امرای تو به خوبی جور آمده مثل دختر و مادر خود بودیم، اما اشتباه میکردم. افسوس. مادر جان چی شده مراد؟ خانم هوا آمدن از این خاطر استاد کردم. ما برات گفتم که استاد کو، حرکت کو، باید خانه بریم. احمق هستی هوا، بسیار احمق هستی. خیرت باشه هوا دخترم، او خانم حمیده بود، مشکل پیش آمده؟ چیزی نیست، تو متوجه کار خودت باش. نه خیر، اگه او زن تا اینجا آمده پس حتما پدر. درسته به ما غرض نیست. بگی خاله جان کم آب بنوش. یوسف خان از پیش آمر صاحب آمد خاله. یوسف خان شما امرایشون گپ زدین، آمر صاحب چی گفتن؟ گپ زدم توپراک، اونا نظر به اظهارات منور عمل میکنن. یوسف بچم لطفا یک دفعه امرای منور گپ بزن. امین من نباید زندانی شوه. خاله خودتان خود گپای دکتر شنیدین. ما نباید سر منور فشار بیاریم. فشار زیاد به اون نقص داره، باید با نیم خودش گپ بزنه. من امروز پیش منور رفته بودم یوسف خان، خواستم کمرهایش گپ بزنم. شما در مورد چی گپ زدین؟ او چیزی گفت؟ نه خیر نگفت. من امرایش گپ زدم، او فقط به گپای ما گوش کرد. بعد هم یکی دیگر در آغوش گرفتیم و بس.
بیبی که چطور یک انسان در زندگی ما داخل شد و زندگی ما را تلخ ساخت. منور دخترم خو گپم نمیزنه. وضعیت امینام خو میبینین یوسف خان. خاله صبر کنین منور کمی به خود بیایه. باز من خودم همراهش گپ میزنم. اگه به ما چیزی نگفت دکترم میارم. من به اندازه شما همیره میخوایم که حقیقت برملا شوه. یعنی تا وقتی که منور گپ نزده امین ما اینجا می باشه؟ بله همینجا می باشه. اینجا باشه و درباره دروغایی که گفته فکر کنه. او مرد است، درست چیزی نمیشش، تشویش نکنین. البته اولاد خودت خو کدام کسی تهدید نمیکنه. از این خاطر مرا درک کرده نمیتونی یوسف خان. یوسف خان راستش ما شما را هیچ وقتی قسم عصبانی ندیده بودم. میفهمم اتفاقاتی که سپری شد دشوار بود، اما فکر کنم کدام گپ دگام است. هیچ نپرس توبراک. لطفاً برم بگوین. از یک طرف خو منور گپ نمیزنه. از طرف دگام کارای پدرت، طرف دگام کارا و گپای مادرم است. پدرم چی کده یوسف خان؟ تو امرای خواهرت گپ نزدی؟ نه خیر گپ نزدیم. یوسف خان شما خوب هستین؟ کم سرم درد میکنه. دیشب تمام شب در شفاخانه بودین. فکر کنم صبحانم نخوردین یوسف خان. قرار بود با منور غذای شب یک جای بخوریم. باقیش خودت خبر داری. هر کس که گوشنا باشه سر درد میشه. لطفاً برین و کم غذا بخورین یوسف خان. غذا میخوریم و با هم گپ میزنیم. شاید قسمی بتونین کم راحت شوین. هوا به غذا خوردن نمیایه؟ نمیایه. خانه نامزادش میره. امرای خوشیش کمی جنجال کرده بود. حال میره که آشتی کنه. اونا با هم مشکل ندارن. اگه کسی در بینشون مداخله نکنه باز اونام قسم پریشان نمیشن. خوب شد که من رفتم و او چله رو در روی یوسف زدم. اگر نه دختر بی عقلت خوب وقت او قرارداد امضا کرده بود. باز وقت ما با این آن خوش تمام زندگی را ادامه میدادیم. من به خاطر شما تلاش میکنم، باز شما به جای تشکر مرا تحقیر میکنین. همین کجاست؟ در این روزا هیچ معلوم نمیشه. همراهیم وعده کرده بود که با هم رفته دکان نمیبینیم. نمیفهمم تا حالی نامده. او بچه رفته عاشق دختر خانجی اغلو شده. فکر کرده که اون او قریه‌دار بزرگ مانده دختر خود به ای میتن. برش گفتم بیا به باغچه بریم، اما میگه تا بچه از اونجا بیرون نشه ای جایی نمیرم. اونا سرم قرستن. ما هم سرم این قرستم. یوسف خان شما واقعا فکر میکنین که کار امین است؟ راستش قلبم این قسم نمیگه، اما ذهنم بسیار مغشوش است. ما اویگارا کم کم شناختیم. او یک آدم بسیار خوب معلوم میشه. اویگار گپایی را که گفته منطقی است. اما تا وقتی که منور گپ نزده حقیقت فهمیده نمیتونم. اما تو نیست. خدا کنه حقیقت زودتر برملا شوه تا همه ما راحت شویم. تا او وقت از دست ما هیچ کار ساخته نیست. فقط این همه مشکلات کافی نبود که پدرم هم قسم کارا نمیکنه. ما واقعا بسیار جگرخون هستم. مصرف پدرم از شما مسرت میخوایم. او بیچارم نمیفهمه که چی کنه. در تمام عمرش بدون فقر و بدبختی هیچ چیز دیگر ندیده. حال وقتی که موضوع پول مطرح باشه متاسفانه که قسم کارهای به فکر انجام میده. خواهرم از این کارا بسیار خجالت کشیده. از این خاطر نمیتونه برتان زنگ بزنه.
کل چیز خوب میشه یوسف خان. من مطمئن هستم شما و خواهرم یکی دیگه خود بسیار دوست داریم. بالاخره پدر ما میگه پدرک میکنه و از این کاری خود دست میکشه. تنها مشکل که باقی میمونه منور است. ما در قسم یک وقت باید از او حمایت کنیم یوسف خان. باید کمکش کنیم تا دوباره لبخند زده بتونه. لطفا شما هم دیگه خود جگر خود نسازیم. شما یک پدر بسیار خوب هستین. بلاهایی که سر منور آمده شما مقصرش نیستین. کارهای پدرمان به خواهرم ربط نداره. قلب شما و اندازه مهربان است که میتونه با رقم همه گیره به تنهایی برداره. لطفا خود جگر خود نسازین یوسف خان. کل چیز خوب خواهد شد. فقط خداوند مرگ نشان نده، چون که تنها او درد است که دوا نداره. راست میگی. ما دیگه میرم توبراک. حالا بهتر هستین؟ بله بهتر شدم. سردردیم هم خوب شد. نمیفهمم به خاطر تو بود یا به خاطر یه غذا، اما خوب شدم. زنده باشی. شما هم زنده باشین. محسن بیادر، چند نفر روان که اوی کارا تعقیب کنن. بگو که او را تحت نظر داشته باشن. چی بفهمیم شاید لوازمش جمع کده بخواه که از اینجا فرار کنه. درست است. امین، چطور هستی بیادر؟ چطور باشم؟ در این مورد فکر میکنم که بعد از این سرم چی خواهد آمد. مرا ببخش، اما باید بگویم که تو بسیار لود هستی. انسان چطور میتونه به خاطر عشق خود قدر جزا بده؟ نه خیر، اعتیاد گپ وجود نداره. من جزای عشق نه، جزای لودگی خودم میبینم. برای به دست آوردنش کوشش نکردم. من لیاقت او را ندارم. بیبی، ما هنوز موبایلت به اینا تسلیم نکردیم. فعلا در چارج ماندیمش. گفتم شاید منور برات زنگ بزنه. او زنگ زد؟ نه خیر، او زنگ نزده، اما او دختر دیگه سلما یگان 10 دفعه زنگ زده. وقتی جواب ندادم باز پیام فرستاد. فکر کنم اتفاقات او شب بسیار جدی گرفته. نظرت چی است؟ اگه زنگ زد جواب بدم؟ لازم نیست که ایهان بیاده. بچه من دیده نتانستم. تو چرا مرا خانه آوردی؟ میماندی که همونجا میبودم. خاله گپای امر صاحب نشنیدی؟ گفت که امین دیده نمیتونیم. باز خودت در اونجا به تنهایی چه میکردی خاله جان؟ سلطانه، بفرمایین حسن خان. شما پیش امین رفته بودین؟ او چطور از خوب است؟ گرچه بچه داخل زندان خوب بوده نمیتونه، اما خوب است. همین ده مقابل چشمای خود ما بزرگ شده. او هم اولاد خانه ما حساب میشه. قلب ما میگه امینی کار کده نمیتونه. تو خاطرت جمع بگی. حقیقت هرچی که باشه برملا خود شد. زنده باشه حسن خان. اگه با چیز ضرورت داشتی باز برم بگو. درست است؟ چطور هستی جمیله؟ خوب هستم. چی گپا سلطان خواهر؟ امین چطور است؟ نمیفهمم. او را داخل زندان بردن. ما هم نتانستم او را ببینم. خداوند برش کمک کنه خواهر. اما برتان میگم که هیچ کس قبول نمیکنه که کار امین باشه. زنده باشی جمیله. زنده باشی، اما این گپا به ما هیچ فایده نداره. جمیله، منور چطور است؟ بعد از اینکه تو رفتی کمی سرحال به نظر می رسید. حتی خانم منور به ما گفت که شوربا بیارم، من برش بردم. باور کنین ترسش گم شده بود، کاملا مثل سابق رفتار میکرد. حتی از تو هم میپرسید، میگفت توبراک کجاست؟ به خاطر که جگر خون نشه نگفتم که به ماموریت پلیس رفتی. گفتم تو راه نگرفته به پارک رفته. درست میگی جمیله. بسیار خوش شدم. من یک دفعه پیشش میرم. حالا که در مورد ما پرسیده، حتما میخوای برام چیز را بگویم.
زود باش دخترم. خداوند سر ما رحم کنه که دختر دهن خدا باز کنه کل چیز راست بگویه. اما فکر نکنم. تو چرا قسم میگی؟ به خاطر که بعد از رفتن تو نامزدش پیش آمده بود. خداوند جزاش بده انشالله. جمیله تو اونا را با هم دیگه تنها موندی؟ البته دیگه چی میکردم؟ میخواستی پیش اونا استاد شده و گپاشانو گوش میکردم. او زیاد وقت اونجا بود؟ نه، بسیار زود از اتاق منور بیرون شد. اما بعد از رفتنش وضعیت منور بسیار خراب شد. خدا لعنتش کنه. به نظر من تو هیچ عقل نداری جمیله. او آدم احمق به مینمه قدر مشکلات جور کرد. تو چطور اجازه دادی که او به این خانه بیایه ها؟ خواهر من چطور میتونستم مانی او شوم؟ بازو داماد این خانه است. او در این خانه از ما کده بیشتر حق داره. اگه پیش خانم میده میرفت و از ما شکایت میکرد باز ما چی جواب میدادم؟ گپ نزن. ما او دختره پیش ما امانت مانده بودم. برش میگفتی که منور خوابیده. نباید اجازه میدادی که او به اتاق منور میرفت. گفتی وقتی او آمد وضعیتش خراب شد. همراه زبان خودی گپ گفتی. حالت تو جواب پیر خواد دادی؟ ها؟ یک بار دربارش فکر کو. گناه ما چی است سلطان خواهر؟ ای که چی گناه کردی؟ خودت از ما کده خوبتر میفهمی. اما حال دیگه ای گپاش فایده نداره. منور خواهش میکنم دیگه گریه نکن لطفاً. ببین من در کنارت هستم. بعد از این دیگه کسی برای ضرر رسوندن نمیتونه. توبرک لطفاً برام همیشه همراهیم باش لطفاً. دیگه هیچ جای نرو لطفاً. هیچ کس نباید جای بره. لطفاً دیگه با اجازه ندین که اینجا بیایه. لطفاً نمانین و پیش من بیایه. منور این کار با تو اویگار انجام داده؟ او تو را به این حالت رسانده اما تو نیست؟ بیبی اگه میخوایی امورایت وعده میکنم به هیچ کسی چیز نمیگم، اما لطفاً کل چیز برام بگو. کافیست که به تنهایی تحمل نکنی. گفته نمیتونم توبرک. به هیچ کس گفته نمیتونم. اگه بگویم باز به همین ضرر میرسانه. قبل از زیامی کار کده. این دفعه او را از بین خود برد. از این بیشتر چه قسم به همین ضرر برسانه؟ بیاز او خال کار خود کده. چی کده؟ سرم این چی آورده؟ او چی کده؟ او ایگار به پلیس گفته که همین کار را روی تو انجام داده. او به جای تو پیش پلیس شکایت کده. امین فعلا تحت نظارت هست. نه خیر. هوای ما، ملکه رویاهای ما، نه چهره تا برام نشان میدی، نه تلفن‌های ما جواب میدی. میفهمم سر مادرمشان قهر هستی، از ما خفه هستی، اما باور کو که گناهی ندارم. از کل چیز بعداً خبر شدم. اگر نمیخوای امرایم گپ بزنی، گپای دل ما برات نوشته میکنم تا بفهمی که چقدر دوست دارم. تو یک طرف و تمام دنیا دیگه طرف هست. پدر و مادرم دیگه به ما ارزش ندارن. اگه خواسته باشی کلشان فدایت میکنم. درست است که چله ده انگشت نیست، اما من هنوزم تو را نامزد خود فکر میکنم. امیدوار هستم تا همه قسم فکر کنی. به خاطر خدا نامه را به خانو بالایم ظلم نکو. میخوایم با چشمای دیده عشق ما بار بار اظهار کنم. همی که بیرون شوم با هم نکاح میکنیم. در زودترین فرصتی کار انجام میشه. یک دوستم است که به ما کمک میکنه. یک آدم پیدا کرده که آماده از گناه ما به گردن بگیره. او وقت باز ما آزاد میشم. این مشکلات به پایان میرسه عزیزم.
خداوند ازت راضی باشه بیادر. مهم نیست بیادر. در حساب شفاخانه پول اضافه کردیم. به خاطر عملیاتم وقت گرفتیم. فردا خانمت و طفلت به انگلستان می باشن. اونا را در یک هتل خوب جای به جای ساخته عملیاتم به زودی انجام خواهد یافت. نمیفهم به کدام زبان ازتان تشکر کنم. اگر تمام عمر برتان دوام کنم هنوزم کم است. ای که دعا میکنی یا نمیکنی او کار خودت است فهیم بیادر. خوشی مدعی است که قرارداد ما را فراموش نکرده باشی. خواهش میکنم بیادر چی میگی؟ اگر میخوایم یالا میرم خودت تسلیم میکنم. امی که بچیم خوب شوه دیگه هیچ چیز از خداوند نمیخوایم بیادر. تو خانم و طفلت به استانبول برسان. باز پیشم بیا تا برات بگویم که چی و خدا باید تسلیم کنی. هنوز وقت داریم. حالا دیگه حرکت کن. زنده باشی بیادر. یکی است؟ این خالت از بچم نمیشناسیش؟ شناختیش؟ اون وقت گفت دردی ما را میکشه باز از ترس. با شما چیزی گفتن ندانستم. به خاطر کوزا خرابتر نشه صدای من نکشیدم. به خاطر امین میترسیدم. آدم بی‌شرف. آرام باش دختر. آرام باش دختر مقبولم. اما چطور نفهمیدم که در چه قسم بلا گرفتار شدی؟ توپراک او دختر گپ زد. ها با مادر و بیادرش گفت که امینی ما بیگناست. خدای هزار بار شکرت که بچه ما برم بخشیدی. خداوند از تو راضی باشه توپراک دخترم. کل چیز از برکت تو شد. خاله جان ما هیچ کاری نکردیم. به اندازه صورتت سیرتتم زیباست. او دختر تو به گپ زدن آوردی. از برکتت بچه ما زندان آزاد میشه. دزم شد به مشوقشان برسه. مثل نامت مهربان هستی توپراک. واقعا که تو یک دختر خوب هستی. یوسف خان بانش که بره باید جزای او احمقه بده. دست من رها کو خاله. اگر چیزی شما تحمل کرده نمیتونم. توپراک یوسف خان یوسف خان نتانستی مانش شوی؟ نتونستم که مانش شوم خاله. حتی صدای مام نشنید. چی شده خاله؟ یوسف خان چرا قدر عصبانی بود؟ به تصفیه کردن یک حساب رفته. از او خاطر عجله داشت. مام از پشتش بارم خانم. نه شما متوجه خانه باشین. خدای تو از مواظبت کن لطفا اون چیز نشه. نه ترس. یوسف خان انسان قوی و قدرتمندی است. او را چیزی نمیشه. هر قدر هم عصبانی باشه بازم با خود مسلط از توپراک دخترم. آدم نیست که نقطه ضعف قبول کنه. انشالله خاله جان. امی که سلامت دوباره خانه بیایی دیگه چیز نمیخوایم. دخترم ما خوب میفهمم که تو برم دروغ میگی. این وضعیتت کل چیز بیار میکنه توپراک. تو دیوانه یوسف خان هستی دختر جان. این محبت او قدرم سرد نیست دخترم. تو کاملا شفته او شدی توپراک. بیبی چقدر دربارش فکر میکنی؟ کسی را که به خاطر سلامتیش از جان خود تیر میشه او را به خواهر تحفه دادی. واقعا بر آفرینی میتم. انشالله که پاداشی کارت میگیری. اما ما برات یک گپ میگم. اگه کسی به جای تو می بود توپراک باز یک جای ساختن اونا را خود جاش بان. حتی بین اونا یک بم انفجار میداد. این موضوع دیگه بسته شده خاله. اگه تو هم فراموش کنی باز خوب میشه.
دخترم یک دقیقه صبر کو. دی وقتا همراه توپرا گپ میزنی؟ با تو چی خاله صبریه؟ من میخواستم یک گپ مهمه برش بگویم. خانهشان رفتم اما نخواستم رایم گپ بزنه. حتی برش یادداشتم ماندم که برم زنگ بزنه، زنگم نزد. حالا صبریه شما چرا قبی شرم هستین؟ بچه‌تان قصد جان خواهرم کرد. هنوزم به خاطری که زنگ نزده شکایت میکنی؟ به خاطر چی زنگ بزنه؟ دخترم من نمیخوایم شکایت کنم، اما وضعیت بچیم قدر خراب است که هیچ کس نمیفهمه. بیزم هم نمیخوایم بفهمم. اگه کسی دیگه می بود باز همراهتان حتی گپ هم نمیزد. ما از انسانیت کار گرفته صدای خود بلند نمیکنیم. میخواین سر شانای ما بالا شوین؟ از من و خواهرم دور باشین خانم صبریه. نمیخوایم دوباره آرامش ما را از بین ببرین. فهمیدین؟ هوا شما هرچی میگی حق داری. من کدام گپ به گفتن ندارم، اما بسیار بیچاره هستم. خداوند به بچه من جزای بسیار سنگین داده. هر روز با خون دل جزای خود دیده میره. بچیم بسیار لاغر شده، او بسیار مریض است. اجازه بدین که همراه توپرا گپ بزنم و کل چیز برش بگویم. اگه او شکایت خود پس بگیره باز جزای بچیم کم میشه. اجازه بدین که از او چهار دیواری برای و در خانه خودم من خودم ازش مواظبت میکنم. لطفا دخترم قبول کن. ای چاله نمیتون از چطور؟ نکاله میخواین با این گپایتان همراه وجدان خواهرم بازی کنین؟ خاله صبریه پشت ما رو الا کنین، ناق به ما جنجال جور نکنین. اگه بچه مریضم باشه بازو فقط جزای گناه خود دیده میره. درباره خداوند بسیار کلان است. تحقیقات در مورد امین شلیورت ادامه داره آقا. خودشان فعلا در نظارتخانه به سر میبره. اونا اظهارات کسی دیگرم گرفتن یا نه؟ فقط اظهارات شما و خود او شخص پیششان است. یوسف؟ صبر کو بیادر، صبر کو، گپ زده جوری مایم، صبر کو. دیگه چیز با گفتن داری یا به شرف؟ صبر کو بیادر، صبر کو. تو چی خواه گفتی ها؟ چی خواه گفتی؟ صبر کو بیادر. نصیر بیادر. بله امامم یه حال آمدم. خبر شدم که منور گپ زدم و تو نیست. بله گپ زد، خدا را شکر گپ زد. گفت چی اتفاق افتاده بیادر؟ هیچ باورم نمیشه. او کسی را که آدم فکر کرده سرش اعتماد کردیم و خواستیم که دختر خود برش امانت بتیم. همویگار کثیف دختر مرا به حیال رسانده بیادر. یوسف از این گپ خبر داره بیادر؟ بله او هم خبر شد. همی که شنید پیش او آدم پس رفت. تنها رفت؟ بله. کاش که محمد اینجا می بود بیادر. او بیچاره قلبش آتش گرفته تا که دل او یخ نکنه آرام نمیشینه. اگه محمد می بود او را آرام می ساخت. بیادر ما با محمد زنگ بزنم، او میتونه یوسف پیدا کنه. نه حسن غرضش نگی. محمد هم اصاب خراب است. هر دویشان بدون ای که عاقبتی کار فکر کنن. ما میفهم که آدم پست از بین خود بردن، باز به خود جنجال جور میکنن. بیادر حال صبر کن، منتظر یوسف میباشیم. اگر نامد با محمد زنگ بزن. راست میگی بیادر. چیز نخواد شد مادر. او به همین ضرر رسانده نمیتونه. نه دخترم مقبولم. منور من چیز نمیشه. بیا زود از زندان است. چطور داخل رفته او به او ضرر رسانده میتونه؟ بیا یک دانیم. بیا جان مادر. لطفا خدا جگر خون نساز. بیبی همین دیروز در شفاخانه بودی. دختر مقبولم. لطفا عزیزم هیچ نترس، هیچ چیز نمیشه. بیادرت متوجه کل چیز میباشه. ما یک خانواده هستیم منور جان. تمام این جنجال را سپری خود کردیم. سپری میکنیم اما تو نیست مادر. البته یک دانیم. البته که سپری میکنیم.
خوب است که شما هستین مادر. خوب است که در کنارم هستین. به خاطر که ما به کارهای خود سرعت بدیم به اظهارات خانم منور ضرورت داریم. ما نظر به اظهارات رسمی آقا امین و شکایت شما قریه‌دار صاحب تحت نظارت گرفتیم. دادستان صاحب، اگر منور اظهارات به تباس چی خواهد شد؟ یه آدم زندانی میشه یا نه؟ باید از خواهرم دور باشه. شما هیچ تشویش نکنین. ما تمامی سوابق جرمی و همچنان دوسیه که مربوط خانم قبلیش میشه تحت تحقیق قرار دادیم. اگر این قضیه را دوباره پیگیری کنیم باز حتما یک ثبوت علیه او پیدا خواهد کردیم. درست است. بفرمایید آقا. سلام. سلام، خوش آمدین. هوا چطور هستین؟ خوب هستم. خانم حمیده در بالاستن؟ بله خانم حمیده در بالاست. جمیله، فکر میکنم که هوا خانمی خانه میشه. از این خاطر بهتر است که همراهش درست گپ بزنی. اگه بخوای کلج بازی کنی وای به حالت. بنار ما با هم نزدیک هستیم، از این خاطر قسم گپ زدم. او وقتا گذشت خانم. تو با این رفتارت نمیتونی گذشته را زنده بسازی. بیبی که چطور عصبانی شد؟ یادش رفته که مثل ما خدمتکار بود. توپرک خواهر، خوب شد که آمدی. ما منتظر تو بودم. چی شده؟ دیگه چی شوه خواهر؟ درباره منور خوشونیده باشی. بیا اینجا بشی. چی شده؟ تمام او بدرفتاری یا کار نامزادش بوده خواهر. او خدایا، حیوان کثیف. حتما میخواسته گناه خود سر امین بندازنی؟ راستش امینم زندانی شده خواهر. امروی خالی ما صبح تا به حالت ماموریت پلیس بودیم. تو راست میگی؟ پلیسا به خانه ما آمده بودن، اما فکر نمیکردم که امینه دستگیر کنن. یوسف کجا رفته؟ بعد از شنیدن این گپا مثل دیوانه از خانه بیرون شد. حتما پیش اویگار رفته. ما منتظر او هستم. انشالله که به خود جنجال جور نکنه خواهر. باید برای یوسف زنگ بزنم. میترسم کدام دیوانگی انجام نده. آرام باش خواهر، این قسم گپ نزن لطفا. حالا سرنوشت امین چطور خواهد شد؟ شاید بعد از گرفتن اظهارات منور او را آزاد کنن خواهر. فکر میکردم که فقط ما در مشکل بند ماندیم. وضعیت خانه خان جوغلواره بیبی. پدرم مشکل ساختنی؟ وقتی یوسف خان برام گفت بسیار عصبانی شدم. چطور میتون از او دکان بخوای و بدنم بر انگشترها را برش پس بده؟ این گپا یوسف به تو گفت؟ اما از این موضوع که زیادتر بالایی که مادرش برش قرار داد خطا داده قهر شد. یعنی چطور؟ من صبح به این طرف منتظر زنگش هستم، بازو این گپا را به تو گفت؟ خواهر جان، ما در ماموریت پلیس یکی دیگر دیدیم. او بسیار پریشان بود. در زمان من زیاد اصرار کردم. اگر نه او نمیخواست که چیز را برم بگویم. یوسف، تو کجا بودی؟ بسیار به تشویشت شدم. اینجاستم. بعد از این کل چیز خوب میشه. تو چطور هستی؟ شفا باشه یوسف خان. زنده باشی توپرک. تو هم به خاطر که منور گپ بزنه بسیار زحمت کشیدی. زنده باشی. ما خو هیچ کار نکردیم. فقط یکم امروز هم دردی کردیم یوسف خان. پشت بسیار دق شده بودم. ما هم پشت دق شدیم.
تمام روز برام زنگ نزدی. فکر کردم منصرف شدی. وقتی خواستم انگشتر را پس روان کردی هیچ نفهمیدم که چی کنم. خاموش ماندم. این گپم امکان داره؟ ما همراه تو وعده نکردیم؟ قسم نخوردیم؟ پس چرا او انگشتر را برام روان کردی؟ ما این کار نکردیم. پدرم از انگشتم کشید و گرفت. به هر صورت لطفاً دیگه اجازه ندی از انگشتت بیرون شو. درست است. وعده میکنم اگه خودتان بخوایی از انگشتم بیرون نمیکنم. شب تا سحر در انتظارت مردم، نامدی نامدی نامدی. خاک باید را میکنم سرمه چشمانم، کجایی؟ اوه ماشالله، میبینم که کوکت خروس میخوانه سلطان. چطور خوش نباشم خانم حمیده؟ منور با حالت حوالی خود برگشت، امین ما بیگناه ثابت شد. ای دفعه زندگی بچیت از خطر نجات یافت. بیوزو بیگناه بود خانم، فقط کلش تهمت و قریه‌دار بیشرف بود. ده این موضوع بچیت هیچ گناهی نداره و ما هم از این چیز خبر نداریم. یوسف از کل دروغای امین خبر داره. فقط اشتباه بچه می بود که عشق خود اظهار کردن نتونسته. در ضمن او به کلگی معلوم است که چه قسم یک بچه است. قلب پاک داره و بسیار یک بچه هوشیارم است. آی درست است درست است. یک گپ که ما بگویم 10 گپ از تو مشنوم سلطان خانم. چشمای شما روشن. عروس آمده خانم حمیده، مثل همون معطل شد. تو داسمان میپالیدیش، در زمین پیداش کردی. هوا اینجا آمده؟ در بالا منتظر شماست. چند دقیقه پیشم را یوسف آمد. بهتر از بگویم جفت یک جای شدن. گوش که خانم که برای چی میگم؟ رسمان هوا در دستم از خانم حمیده. به هر جایی که شما خواسته باشین برده میتونمش، اما بازم دل خودتان دیگه. شب تا سحر در انتظارت. چقدر گپا شده اما تو به من نگفتی یوسف. کاش که برام زنگ میزدی که پیشت میامدم. این قسم باز تنها نمیماندی. وقت پدرت انگشتر را آورد باز هیچ نفهمیدم که چی کنم. یوسف ای تو نگو، من خوی قسم نمیخواستم. خوش آمدی دخترم. حمیده مادر، راستش من به دیدن شما آمده بودم، اما به خاطر که کار داشتین پیشتان نامدم. خودگه من شما را تنها میمونم. یوسف تو هم باش، من بعضی گفتنی ها دارم. لطفا برو بشی. از خاطر این قرارداد رابطه ما کمی سرد شد. ای که همراه مادرت گفتگو کردی کار خوبی نکردی. به خاطری که من خودم خواستم این قرارداد وجود داشته باشه. ای راست میگه مادر. ای دختر گپ میزنه بچیم. گوش کو. خودم خواستم، به خاطری که پدرم هم میشناسم. امروز دکان خواسته، فردا خانه میخواه یا چیزای دیگه، فقط خدا میفهمه. راستش من تو میشرمم که گپا را میگم، اما من نمیتونم علیه او شوم، چون او پدرم است. کسی هم که این کارا رو کرده پدرم است. درست است درست است. حتی قرار بود که امروز با خانم حمیده پیش وکیل بریم به خاطر قرارداد،
اما وقتی پدرم این قرار داده در دستم دید باز عکس العمل نشان داد. من نمیخواستم هیچ کدامتان جگرخون شوین، او هم از خاطر من. نمیخوایم هیچ وقت حتی یک نفرم فکر کنه که ما به خاطر پولم رد ازدواج کردیم یوسف. نه خودت، نه مادرت، نه پدر تو، نه هیچ کس دیگه. این حق مست از همین خاطری قرارداد امضا کرده اینجا آوردم. نه خودم نه خانوادیم از شما یک لیرام نمیخواهیم.